این ثبوتی تعهد و ثبوتی داعیه این نظام است که الحمدلله اینجا شفافیت وجود داره. اگر وزیر است، اگر رئیس است، اگر والی است، اگر عالم است، اگر انجینر است، هر کسی که کار میکنه به یک فکر خاص کار میکنه، به خاطر جیب خود کار نمیکنه، به خاطر ازی کار نمیکنه که من مارکت داشته باشم، خانه لوکس داشته باشم، در کشورهای خارجی سرمایه گذاری بکنم و زندگی شخصی ما رونق پیدا کنه. الحمدلله همه مسئولین این نظام خادمین ملت هستند. الحمدلله تقریبا در 4 ماه اخیر به تعداد 13 پروژه های بزرگ تولید برق به ظرفیت 502 میگاوات الحمدلله ما دیزاین کردیم و افتتاحشان در ولایات مختلف به شمول ولایت جوزجان، به شمول ولایت مزار شریف انشاءالله افتتاحشان را به زودترین فرصت آغاز خواهیم کرد. و چند پروژه بزرگ هنوز هم طرحهای تکنیکیشان تحت کار هستند که بیشتر ظرفیتشان بیشتر از 940 میگاوات است. شهر شبرغان ولایت جوزجان باید یک ولایت مبدل به ولایت صنعت برق و انرژی شود. الحمدلله ما اینجا ذخایر بسیار فراوان گاز داریم. شرکت محترم افغان گاز شب و روز کوشش میکند که چاها و سیستم های را عیار کند تا بتوانیم که این گاز را بکشیم مقابل استفاده کنیم.